این ابراهیم نووی بابا آدم مهمیه. آقای نووی که بابا اصلا نه ببینید چند دهه اخیر من حالا اسم نمیارم، یکی از مفاخر فرهنگی ایران، شاید راضی نباشه اسمشو بیارم، این به من میگفت جلال پور این بزرگترین پرداز تاریخ معاصر ایرانه. و بعد یکی یکی میگفت کدوما چیزایی که راجع به حافظ گفته. این یکی یه چیز دیگه هم بگم آقای فرجامی، ما با هم کلاسی بودیم تو دانشگاه، جامعه شناس خوبی هم هست، یعنی خودش رو نمیکنه به عنوان یه جامعه شناس که تحلیل میکنه خیلی جالب تحلیل میکنه، ولی همه به چیز میشناسنش، به طنز. و من خیلی متاسفم که یه بلایی سر ایشون آوردن که این از تو کشور فراری شد، یعنی خیلی فشار بهش آوردن، همه جوره گرفتنش، ماشینشو زدن، شیشه هاشو شکوندن، خیلی اذیتش کردن و حیف شد، اصلا جاش تو تهران بود واقعا. بله جای خیلی در تهران بود و روی نسل ما خیلی تاثیر گذاشت. یکی از مشکلات یادمه با یک طنزنویس جوانی، حالا ما دیگه الان شاید خیلی هم جوان نباشیم، حدود 20 سال پیش صحبت می‌کردم و میگفت که بدبختی ما اینه که تو هر زمینه که پا می‌ذاریم می‌بینیم قبلش ابراهیم نووی پا گذاشته و خوبم پا گذاشته و به خصوصشون وقتی در ایران بود. خب به هر حال تو فضا همه روزنامه‌نگارا اینجوریان که وقتی تو فضا هستن بسیار بهتر و بروزتر هستن و البته با آقای نووی هم ان شاءالله صحبت می‌کنیم.